الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. روز عرفه روز تجلی انوار الله متعال بر مؤمنین و بندگان صالح است و یکی از روزهای بزرگ اسلام است. طبق احادیث صحیح رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، در روز عرفه انسانها از آتش دوزخ آزاد می شوند و شیطان مایوس و ناامید و خار و زبون می گردد و الله متعال گناهان بزرگ بندگانش را مورد عفو و بخشش قرار می دهد. مسلمانان، چه حاجیان و چه غیر حاجیان، در هر نقطه از دنیا که هستند این روز بزرگ را گرامی می دارند و مشغول ذکر و تسبیح و نیایش پروردگارشان می شوند. روایت است که اصحاب کرام در روز عرفه مشغول تهلیل لا اله الا الله وحده لا شریک له و تکبیر الله اکبر می شدند. یکی از خصوصیت های این روز این است که به عنوان روز حج اکبر نامیده می شود. بعضی از مفسرین گفتند روز حج اکبر روز عرفه است. روز عرفه روز دعا و اعمال صالح است. دعا در روز عرفه مستجاب و مقبول است و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند خیر الدعاء دعاء یوم عرفه، بهترین دعا دعای روز عرفه است. اگر فرزندی سرکش داری در این روز در حقش دعا کن الله توفیقش دهد. اگر زنی نافرمان داری از الله بخواه تا که هدایتش کند. ای خواهر، اگر شوهرت در راه خطا است از الله بخواه تا که هدایتش کند. اگر نجات زندانیت را میخواهی، اگر شفا میخواهی، اگر نجات قرضت را میخواهی، اگر هر مشکلی که داری در این روز از صدق دل از الله بخواه. الله بیشک شبهه وعده کرده است در این روز دعایت را قبول میگرداند و حاجتت را برآورده میگرداند. عرفه بهترین روز از ایام سال است. عرفه یکی از بزرگترین ارکان حج است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در کلمات جامع خودشان و سخنان گوهربارشان فرمودند الحج عرفه، یعنی حج عرفه است. در حدیث صحیح آمده است که روزه گرفتن در روز عرفه کفاره 2 ساله گناهان می شود، سال گذشته و سال آینده. و الله متعال در آن روز بزرگ خطاب به فرشتگان می فرماید انظروا الی عبادی، به سوی بندگان من نگاه کنید. به خاطر نزول رحمت الهی بر بندگانش و آمرزش گناهان در روز بزرگ عرفه شیطان در حالت یأس و ناامیدی فرو می رود. پس این فرصت های طلایی را از دست ندهیم. فردا که پنجشنبه تاریخ 30 ایول امسال که روز عرفه است، کوشش کنید از صبح تا شام به ذکر و تسبیح مشغول شوید. به سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، استغفر الله واتوب الیه، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. همه این ذکرها را زیاد کنید تا شب هر چیزی که در قلبتان است از الله بخواهید و توبه و ندامت و زاری و تضرع را از الله زیاد کنید و یقینا باور کنید که الله مهربان بخشنده است
بی شک و شبهه گناهان را می بخشد و توبه بندگان توبه کنندگان را قبول می فرماید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.